سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 16 اپریل در خدمت شما. پدر شهبال میرزویف، سرباز نیروهای مرزبانی که کمرش را شکستند، میگوید هنوز در طبابت پسرش هیچ پیشرفتی دیده نمی شود چون که پل جراحی او را هنوز پیدا نکردند. نومان میرزویف روز 16 اپریل بر رادیو آزادی گفت واحدی نظامی که پسرش خدمت میکرد پل جراحی را اختصاص نداده است و خودش هم $10,000 برای پرداخت حق این عملیات را ندارد. تحقیق پرونده همخدمت شهبال میرزویف 23 ساله که روز 6 مارس با بدرفتاری کمر شهبال را شکست ادامه دارد. پایهای او کاملا از حرکت باز مانده است. شورای فدراسیا پالاتای بالای پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که گرفتن شهروندی کشور برای خارجیان داننده زبان روسی را آسان می‌کند. اما قبل از پذیرفتن تابعیت روسیه، فردی طلبکار باید از شهروندی کشورش دست بکشد. قانون مذکور در حال تصویب شد که متخصصان و جوانان باسواد تاجیک سعی می‌کنند در روسیه بمانند و شهروندی آن کشور را بگیرند. همکاری ما شهلای گلخواجه چند پیش از مسکو برگشت و این مسئله را با او در میان گذاشتم. واقعا شهلا همین گونه روحیه در بین مهاجران دیده می شود؟ در واقع طایر از صحبتایی که با جوانان مهاجری داشتن، واقعا بسیاری از آنها میگفتند که از رفت و آمد به تاجیکستان روسیه خسته شدند و خیلی میخواهند در آن کشور بمانند و یگانه راه برای ماندن در این کشور و کاری درست یافتن این گرفتن شهروندی روسیه است که به گفته این مهاجران حالا مقامات روسیه میگوید که در صورت دست کشیدن از شهروندی تاجیکستان امکانیت گرفتن تابعیت روسیه به مراتب آسان تر میشد و چند از این مهاجران میگفتند که عزم دارند برای گرفتن شهروندی روسیه شناسنامه تاجیکی خود را سپارند و از تابعیت تاجیکستان دست بکشند. اما برای دست کشیدن از شهروندی تاجیکستان هم باید مرحله‌های قانونی را طی کرد که آسان نیست. بله، در این صحبت‌ها جوانان مهاجر میگفتند که میخواهند به سفارت تاجیکستان در مسکو مراجعت کنند و یا برگشته در تاجیکستان این مسئله را حل کنند. من با مهاجری که از شهروندی کشور دست کشیده و شهروندی روسیه را گرفته باشد صحبت نکردم و از این رو آسان و یا مشکل بودن دست کشیدن از تابعیت تاجیکستان را از خود آنها نشنیدم. اما جالب این بود که با وجود اذیت و آزار از طرف ماموران پلیس که در چند روز اخیر خیلی زیاد به نظر میرسید، مهاجران میگفتند که به جای برگشتن به تاجیکستان و بیکار ماندن برای کار و مزد بهتر شده آمادند که این بی‌حقوقی و رنج ماموران پلیس روسیه را تحمل کنند. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه صحبت می‌کرد. در شهر دوشنبه جشنواره بین المللی تئاتر لختک تحت عنوان چادر خیال افتتاح یافت که در آن هنرپیشه‌های 10 کشور شرکت می‌کنند. نمایشنامه‌ها که قهرمان‌های اساسیشان لختک‌ها هستند با زبان‌های گوناگون و از جمله تاجیکی و روسی پیشکش می‌شوند. قدر امکان تکلیف میکنه که بیایند میکنه. بعضی تئاترها در هر همون جشنواره چهارمین جشنواره است، در همون جشنواره ها شرکت ورزیدند. گروه تئاتر اسپانیا در این جشنواره افسانه معروف گرگ و 7 گوسفند را نمایش می‌دهد. بلیط نمایشنامه‌ها 5 سومانی است. در چارچوب این جشنواره که بار چهارم است در تاجیکستان صورت می‌گیرد، مشکلات و پیشرفت‌های تئاترهای لختک در سراسر جهان بررسی می‌شود. و در یکی از گوشه‌های شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کاری نادرست چراغی را حرکت ماشین‌ها در این خیابان را بسیار سخت کرده است. مشکل این است که چراغ راه خیابانی نعمت قربایف از راه‌های پرماشین شهر تنها سرخ و زرد ولی سبز نمی شود. معلوم نیست این مشکلی صبح روز 16 اپریل چقدر دوام کرد، اما این معلوم است که صدها نفر به علت کاری نادرست چراغ راه از کار و درس دیر ماندند و سرگردان شدند. اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.